Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Яда се سوالشون دومون در یکن سوال در باره همی ترکه میکنم بعد این مرده ترکه درست است یا نه؟ بله ترکه این امری شریعت است. ای ترکه نه وای دوره دوره این بدعت است. دوره این فریب است. دوره این حیله است. یک بله طبق گندم میده. محمد ابن حسن شیبانی شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتند که کسی که اگر نماز نخواند، این مثلا دیگر کسا نگفته است این سخنه، نماز عملی بدنی هست. اگر کسی نماز نخوانده از دنیا گذرد و صاف کرده نمیشد. مثلا روزه، یک آدم 30 روز روزه نداشت وفات کرد، به جای این 30 روز به 30 مسکین طعام برآورده میشد. مثلا 3 کیلوگرم گندم گوییم برای یک روزش، به 30 روزش 90 کیلوگرم میشد. همین خیلی یا 90 کیلوگرم برنج بهترش مثلا. امو یک بران خیکر بودم یک طبق گندم آورده بودن نمیدونم. گوش کنید. روزه اگر یک آدم روزه قرضدار وفات کند به جایش طعام داده میشد. لیکن نماز نه. نماز عملی بدنی هست و عملی مالی نیست. روزه هم عملی بدنی است لیکن جاینشینی مالی دارد. نماز جاینشین ندارد. لیکن نقل میکنن که محمد ابن حسن شیبانی الله تعالی راضی شد قیاساً به نماز به روزه قیاس کردن. گفتن که به هر یک نماز یعنی 1 سا گندم میدهیم. گفتن فرضاً مایلش ما راضیم که به یگان آدم به قول امام محمد ابن حسن عمل کند. مثلا یک آدم 10 سال نماز قضا کرد، در یک روز 5 نماز است، درست؟ در 10 سال نماز نخواند. در یک روز اگر 5 وقت نماز باشد، در یک سال 360 روز طبق میانش گریم سال شماریم آفتابی و هجری قمری 1800 نماز است در یک سال. ضرب 10 18,000 نماز است در 10 سال. اگر 10 سال نخوانده باشد، اگر یک آدم 71 ساله شده باشد و در مدت 71 سال نماز نخوانده باشد، 10 سال یا که 15 سال چیشه ترک میکنیم ایامی مثلا کودکیشه، فرض کردیم 50 سال نماز نخواند. 18,000 ضرب 50 سال نماز نخواند. 18,000 ضرب 50 سال 900,000 نماز نخوانده است. برای هر یک نمازی نخواندگیش اگر 3 کیلوگرم برنج حساب کنیم ضرب 3 این میشه 2,700,000 یعنی 2,700,000 باید یعنی یا برنج یا گندم برآورد. اینه نمیتوند برآورده. این همین هم خطا هست. این نماز به یگان چی برابر کرده نمیشد. لیکن قیاس کردن. گفتیم ما برای چی میگوییم که ما راضی هستیم که اقلا طبق قول محمد ابن حسن عمل کنه؟ برای چی؟ برای اینکه وقتی که 2 تن یا 30 تن 40 تن 50 تن گندم میشد یا برنج میشد، همون اگر به کمبغلا خیر کند اقلا گناهی اون آدم بخشیده نشودم، شاید گناهش عذابش سبک شود. و این چون این خیر از دیگر جهت است که از مالش اینقدر کمبغلا بهره بردن خیر هست. لیکن اینا میگیرن همین تلفن از معید مونده بود، این تلفن نرخش $10,000 میگن، نرخش مثلا $500 است. این یک خطاگی. دومش همینجا مثلا 20 کس میشنم میگن که همین $10,000 اینه چیزی معید من به شما بخشیدم. گفته یک کس به یک کسی دیگه میتیاد و قبول کردم میگدو گشته من اینه بخشیدم به فلان چی، گفته به شخصی نوبتی میتیاد او هم قبول کردم میگدو بخشیدم گفته میتیاد. هر یک آدم $10,000 حساب میکنن. یک رو اگر گشته بیاد نرخ میبینن قرضش، اگر به قرضش توغری اومد با مال به صاحبی معید رسیده اومد صاف میگن که من همین قدر پول حاصل شد میگن و بخشیدیم میگن. و به همین ها چاتنگ پول میتین. اگر نشود با دوری دویم به سر میتین. یعنی یه حیله، دروغ، یک فریب. این که دیگه فریب نه. خیرم عقلا نمیکنه.
همین چیزی مایت نرخی قیمت میمونن بخشیدم قبول کردم یک کرو دو کرو چاق میزنن بعد میگن که همین بخشیدیم به روحی مایت. نعوذ بالله به این کی فریب میتید. همین دوره هست. همین صحابه یکی 4 مذهب نکردگن این کارو. این کارهای بدعت هست، این کارهای بعدا پیدا شده است. یک داملو به نام جاوید در افغانستان هم دیدم، برای در جای ما هم یک داملو هست و هم کرد برای ما بیره گفتم میکنه، لیکن اقلا آخه محمد ابن حسن نگفتیان که خیلی فریب کن گفته صدقه کند به هر یک نمازش 1 ساعی تعام تیاد. هر یک نمازی که نخواند 1 ساعی تعام تیاد. لیکن این به همین گپی یک آدم، گپی یک عالم، این از قرآن دلیل ندارد، از حدیث دلیل ندارد، فقط گرفتن نماز به روزه قیاس کردن. حالا که عبادات به عبادات قیاس کرده نمیشه. لیکن مایلی اقلا به قول محمد ابن حسن عمل کنن آخر همون قدر پول برورن آخر برورن به کمبغلا خیر کنن اقلا یک خیر و سخاوت حاصل میشه و گناهش بخشیده میشه نمیشه و امر الله هست دیگه. بنابراین برادرای عزیز به امید دوره و به امید دعای فرزندای به امید هیچ کسی نشوید. یه روزی که زنده هستید نمازاتون قرضاتون خودتون ادا کنید.